این ویدیو برای کسایی که قانون جذب مسخره میکنن و فکر میکنن شبه علمی و واقعی نیست. اما توی این ویدیو میخوام بهت بگم که چرا واقعیه و یه سیستم کاملا علمی رو بهت بگم که اگه ازش استفاده کنی واقعا به هر چیزی که بخوای میتونی برسی. هممون بلا استثنا این جمله معروف رو شنیدیم که بهش فکر کن تا اتفاق بیفته. بعدش هم نشستی با خودت فکر کردی که بابا اینا همش خرافاته. اگه با فکر کردن پول میومد که الان همه میلیاردر بودن. کاملا درسته، ولی این وسط یه چیزی هست که کمتر کسی متوجهشه. اونم اینه که شاید قانون جذب واقعی نباشه، اما مغزت قانونی برای خودش داره که دقیقاً همون کارو میکنه، فقط علمی تر. پس بریم ببینیم که چیه. سلام، اگه اولین بار منو میبینی من سبام و اینجا توی کانال سبی و راجع به چیزایی صحبت میکنیم که هم روی رشد شخصی خودت اثر میذاره، هم میتونی توی کار و روابطت استفاده کنی. و اکثر چیزایی که توی این کانال بهت میگم کاملا علمیه و عمل بهشون ردخور نداره. خب حالا بریم سراغ این قانونی که بهت گفتم. ببین، مغز انسان یه قانونی برای خودش داره به نام سلف کانسستی بایاس، یعنی تمایل ناخودآگاه ذهن به تطبیق دادن دنیای بیرون با تصویر درونی خودش. ببین این به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی اینکه مغز و ذهن تو هر باوری که درونش باشه میاد سعی میکنه اتفاقات بیرون و هر چیزی که اون بیرون داره میگذره رو یه جوری برای خودش تعبیر و تفسیر بکنه که به نفع این باوره باشه، یعنی نیاد این باوره رو نقض کنه. این یه جوری براش مثل مرگ میمونه که بخواد خلاف اون باوری که توی ذهنشه یه اتفاقی رو برای خودش تفسیر کنه. میدونی انگار بقاش داره به خطر میافته. پس ذهن تو هر کاری میکنه که با اون چیزی که تو فکر میکنی هستی هماهنگ بمونه، حتی اگه اون فکری که میکنی باعث شکست تو بشه، اصلا تو رو بدبختت کنه. بذار برات یه مثال بزنم. مثلا اگه تو الان فکر بکنی که امروز هیچ گربه‌ای من توی خیابون نمیبینم و هیچ گربه‌ای در خیابون نخواهد بود، واقعا یعنی بهش فکر کنی و باور داشته باشی، اصلا گربه‌ای که توی خیابون هستن هم نمیبینی. این به خاطر یه سیستم کاملا علمی مغزه و الان بریم جلوتر بهت میگم. یا مثلا تو توی ذهنت اینطوری فکر میکنی که من هیچ وقت موفق نمیشم، من یه آدم کاملا معمولی ام، موفقیت مال بقیه است. و اینجا ذهنت میاد تمام اون تصمیمایی که توی زندگی قراره بگیری رو به صورت ناخودآگاه با این باوری که داری هماهنگ میکنه، یعنی تمام تلاشش رو میکنه که تو همون آدم معمولی بمونی. و خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ تو دیگه ریسک نمیکنی، اگه توی کارت هستی دیگه قیمت بالا نمیگی، فرصتایی که جلو چشمت رو رد میکنی، فقط و فقط چون مغزت نمیخواد اون هویتی که الان داری رو نقض کنه. حالا قضیه اون گربهه و اینکه اینجا بهت گفتم که همه فرصت‌ها رو رد میکنی چیه؟ ببین، مغز انسان یه سیستمی داره به نام سیستم RAS. حالا این سیستم چیکار میکنه؟ ببین، مغز ما توی هر لحظه حدود 2 میلیون بیت اطلاعات رو داره دریافت میکنه. نمیتونه بیاد همش رو پردازش کنه. اگه بخواد همش رو پردازش کنه ما دیوونه میشیم. به خاطر همین این سیستم RAS میاد فقط اون چیزایی که از قبل با ذهن تو آشنا بوده، یه اطلاعاتی راجبش داشتی، یه پیش زمینه، یه باوری، حالا یه چیزی توی ذهن تو بوده، اونا رو فیلتر میکنه و فقط میذاره که تو اونا رو واقعا بفهمی و حسشون کنی، بهشون فکر بکنی و در واقع راجبشون تصمیم بگیری. ببین این سیستم RAS واقعا عجیبه. بخوام یه تجربه از خودمو بهتون بگم، چون منم فکر می‌کردم این چیزا مسخره است، بابا چی مثلا چی داری میگی، ولی این RAS یه جوریه که حتی روی بینایی و شنوایی شما هم تاثیر میذاره. یعنی ممکنه یه جا یه چیزی رو واقعا بهت بگن تو باید بشنوی ولی نمیشنوی. فکر کنم من رفته بودم توی آشپزخونه دنبال یه کیکی بودم و فکر می‌کردم که کیک توی کمد باشه، یعنی اصلا به این امکان که ممکنه اون کیک روی کابینت باشه فکر نمی‌کردم. من رفتم توی آشپزخونه، از بغل کابینت رد شدم، در کمد رو باز کردم، دیدم کیک نیست و از آشپزخونه رفتم بیرون و اینجوری بودم که این کیک باید اونجا می بود. و میدونین کیک کجا بود؟ کیک دقیقاً روی کابینت بغل کمد بود و من رفتم اونجا، از اونجا رد شدم و اون کیک رو ندیدم، به خاطر اینکه واقعا و عمیقاً باور داشتم که این کیک باید توی کمد باشه. اصلا مامان من نمیذاره کیک بیرون کمد بمونه، چون روی تمیزی و اینجور چیزا حساس، حالا مامان همتون هست. و به خاطر همین فکر و باوری که داشتم حتی چشم من نذاشت اون کیک رو من روی کابینت ببینم. قشنگ یعنی اطلاعات رو جوری فیلتر کرد که با باور و با اون فکری که من داشتم از درون میکردم کاملا هماهنگ باشه. و این واقعا حقیقت این سیستم مغزه که همیشه هم عمل میکنه. ولی این موضوع واقعا یه جورایی ترسناکه ها. یه جا خونده بودم ما کلا آگاهانه عمل نمیکنیم. اینکه فکر میکنیم آگاهانه عمل میکنیم یه توهمه. حتی 5 ثانیه قبل از اینکه بخوایم تصمیم بگیریم دستورش به نورونا رسیده یا یه همچین چیزی. و فکر کن تو کل زندگیت داره رو ناخودآگاهت میچرخه. یعنی یه باورایی داری که خودت هم نمیدونی چی ان، ولی زندگیت داره بر اساس همونا
استثنا پیش میره، مثل همون کوه یخی که فروید میگفت. و خب تا اون باورا درست نشن هیچ چیزی عوض نمیشه. و اما مورد دومی که راجع به این قانون وجود داره اینه که مغز تو مدام در برابر رشد کردن مقاومت میکنه، چون برای مغز رشد یعنی ناهماهنگی با هویت فعلی. مثلا تو دوست داری بیشتر پول در بیاری، درآمدت بره بالاتر، ولی ته ذهنت این باور داری که بابا پول واسه بقیه است، الان نمیشه پول در آورد، اقتصاد خرابه، اله بله. ولی وقتی تو این باور رو داری اما همچنان میخوای درآمدت بره بالاتر، مغزت میاد این بیشتر پول در آوردن رو یه تهدید میبینه. در نتیجه خیلی ناخودآگاه بدون که تو متوجه بشی باعث میشه تصمیمایی بگیری که جلوی رشدتو بگیره، جلوی بیشتر پول در آوردنتو بگیره، فقط و فقط به خاطر اینکه با هویت فعلیت، با باوری که الان داری سازگار و هماهنگ بمونه. اینجاست که خیلی‌ها اشتباه میکنن و میگن قانون جذب که کار نمیکنه، در حالی که اتفاقا داره دقیقاً همون اتفاق میفته، ولی از یه مسیر روانی، نه اون مسیر جادویی که این مدرسا دارن میگن. چون قانون جذب میگه به چیزی فکر کن تا جذبش کنی، اما علم روانشناسی میگه به چیزی باور کن تا مغزت شروع کنه بر اساس اون تصمیم بگیره. پس وقتی تو باور میکنی که من لایق موفقیتم، لایق این چیزی هستم که میخوام بهش برسم، اصلا امکان نداره من نرسم، کی برسه؟ مغز تو میاد شروع میکنه اون راهها، اون مسیرها، اون چیزایی که برای تو لازمه رو بهت نشون میده، از اون فیلتر رد میکنه تا تو برسه و تو تصمیم بگیری، انجامشون بدی و در نهایت به اون چیزی که میخوای برسی. در واقع اصلا یه جسارتی پیدا میکنی و به چیزایی که اصلا فکرش هم نمی‌کردی میرسی، کارایی رو میکنی که اصلا فکرش هم نمی‌کردی و نتیجه جهان بیرونت واقعا تغییر میکنه، اونجوری میشه که تو میخوای و محال دیگه به چیزی که میخوای نرسی. و این دقیقاً شبیه همون چیزی که میگن تو از درون خودتو تغییر بده، جهان بیرونت هم تغییر میکنه ها. چون وقتی تو تغییر میکنی در پیش رفتارت و تصمیماتت هم تغییر میکنه و باعث میشه که واقعیتت هم عوض بشه، یعنی دنیای بیرونت هم عوض بشه. حالا تو از این قانون چطوری میتونی به نفع خودت استفاده کنی؟ اول اینکه باید به یه نسخه جدیدی از خودت توی ذهنت بسازی. اون نسخه که میخوای باشی، اون زندگی که دوست داری داشته باشی، اون هدفی که میخوای بهش برسی، بعد بشین یه روز با تمام جزئیات همه اینا رو بنویسی و بیا روی باورهای درونیت کار کن و اون ارزش و استانداردت رو ببر بالاتر که کم کم تغییر کنی. این سیستم علمی هم که بهت گفتم، مثل اون سیستم قبلی که توی ویدیوی قبلی بهت گفته بودم، هم معجزه میکنه. خودت یه چند وقت از این سیستم استفاده کن تا معجزه و تغییراتی که توی زندگیت به وجود میاد واقعا ببینی. من اینجا خیلی خلاصه بهت گفتم که باید چیکار بکنی، اما اگه با تنبلیت مشکل داری و دقیق میخوای بدونی که باید چیکار کنی تا از این سیستم استفاده کنی، برو این ویدیویی که راجع به تنبلی هست رو ببین. استپ بای استپ بهت گفتم که باید چیکار کنی که تنبلیت از بین بره و چه کارهایی رو باید انجام بدی تا اون هدفی که داری رو بهش برسی. اگرم از اینکه انگیزه نداری، ناراحتی و نمیتونی اصلا پاشی کاراتو انجام بدی، اون ویدیویی که تاپیکش اینه که چطوری بدون انگیزه ادامه بدیم رو ببین. باز اونم یه سیستمی رو بهت گفتم که ردخور نداره. کانالم ساب کن که ویدیوی بعدی رو از دست ندی. هیچ ایده‌ای نداری که قراره چیا بهت بگم. پس ویدیو بعدی میبینمت.